علی کارگر ساده‌ای بود. صبح آماده رفتن به سر کار میشد و آخر شب با دستهای خسته برمیگشت خانه. پولش فقط برای رفع نیازهای فوری بود. اجاره، نان، دارو. هیچ وقت چیزی اضافه نمیموند. یک ماه موتور کاریش خراب شد. بدون موتور کار هم نبود. علی مجبور شد بره پیش حاج رضا. مردی ثروتمند که همه شهر میگفتند دستش به خیر است. حاج رضا پول رو داد. نه به اسم کمک، به اسم قرض، ولی با سود. علی موتور رو تعمیر کرد، دوباره سر کار رفت، ولی قسط‌ها شروع شد. هر ماه بخش بیشتری از پول علی برمیگشت به جیب حاج رضای سود بگیر. حاج رضا با همین پولها مغازه جدید زد و پولش بیشتر شد. اما علی هر ماه یک قسط تازه داشت. قسطی که سودش برابر خودش بود. در حالی که از فرط ناامیدی روی زمین نشسته بود، با خود گفت: در این روزگار داراها داراتر می شوند و نداراها بچه دارتر.